در تیرپرانی در مرز با قرقیزستان یک مرزبان تاجیک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات تاجیکستان تا کنون این خبر را رسما شرح ندادند، ولی منابع گوناگون از اصفهان به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که در تیرپرانی صبح 14 سپتامبر سال 2022 بین مرزبانان تاجیک و قرقیز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک مرزبان تاجیک کشته شده، 2 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را در بیمارستان شهر اصفهان نیز تصدیق کردند و گفتند که زخمیان را در شعبه رانیماسیا بستری کردند و به امداد هنوز میسر نشده است که اسم سرباز کشته شده و 2 زخمی را معاین کند. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت از طرف مرزبانان قرقیز در تیرپرانی صبح 14 سپتامبر کسی آسیب ندیده است. بنا به اطلاع هر دو جانب صبح 14 سپتامبر تقریبا ساعت 9:15 در مرز جماعت واروخ اصفهان با ناحیه بادکند در موضع بین پاسگاه‌های سرحدی بولکباشی قرقیزستان و کیخی تاجیکستان بین مرزبانان دو کشور تیرپرانی صورت گرفته. طرفها از مینامیات، автомات و پلمیات و دیگر نوع‌های سلاح‌های آتشفشان استفاده بردند. هر دو طرف یکدیگر را در شروع تیرپرانی عیب‌دار می‌کنند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 59 نفر، 36 نفر از جانب قرقیزستان و 23 نفر از طرف تاجیکستان کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. مرز اصفهان واروخ با ناحیه بادکند یک نقطه اعظم داغ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به شمار می رود.